علوچه لطه‌دار بود مادری من، قشلاقی خاکسار بود مادری من، یعنی که بزرگوار بود مادری من، در زندگیش مزار بود مادری من. من باوری گفتم میتونم که هر یک شنونده برابر گوش کردن این سرود به اختیار خماری مادر، دهه و دیگر خاطره ها رو دنبالگیر می شود. چون شعری بلند است، پرمضمون است و در برابر این آهنگ زیبا باز زیباگی شعر رو دوچند کرده است. و سیوم این البته اجرایش است، یعنی سراییدن. یعنی این سه عامل وقتی که یک جای می شود، سرود همین گونه می شود ماندگار و جاویدانی که 100 ساله گذارد. هیچگاه هر مرتبه که گوش میکنی مثل که مرتبه اول گوش کرده استودی، همون غمگینی، همون احساس شما رو فرا میگیرد. و یک چیز دیگه رو قید کردن لازم است که ما وقتی اطراف همین شعر حرف میزنیم، علوچه لطه‌دار بود مادری من، ببین هر کس به طور خود این مصرع رو درک میکنه. یعنی هر کس اگر ما پرسیم هر طرز این سرود رو درک میکنه. درست. من میخوام همین تعلیل از زبان شما صدا بیارم. با یک روایت دیگر هم دارد، استاد میگه که چون مادر من مزار در پشته نبود، در گردی درش مزار ناگشته نبود، چون مادر سیر بچه از داکه او، هر بچه زنی تماری می برد و خود. این هم مزار آورده است. اولوچه لطه‌دار رو میبینه همون در سر گورستان اگر بین اولوچه بیشتر در همین آدم در سرش لطه بندی میکند، چیزی سفید اساس اینده. انا که مادر خودی من ببینم اگر در سرش همین داکه سفید در سر اولوچه لطه‌دار اینو ببینید، اکو میگم که هر کس تصویر ببینید که خودش بسیار شاعرانه اولوچه لطه‌دار این کلمه در زندگیش مزار چی است؟ مزار اونجایی که آدما میرن از اون گردی طواف میکنن در گردی مزار که فرزنددار شوند، همین ده طواف میکنند. هم مزار مادری من همین خیلی بود که اون اومده دعا میگرفتن، اون یک طوری داکه و میگرفتن که ما هم مثل مادر من 10 فرزند داشت، مثل همون فرزنددار شود، اونم مزاره اینم مزاره. ببینید چه خیلی بلند گفته است. در زندگیش مزار بود مادری من، طول در زندگیش مردم اونا این خیلی حرمت و احترام داشتن. مادر خودش تا کجا برده است شاعر که هر یک کس مادر خودش میبینه در همین. آلوچه لطه‌دار بود مادری من، قشلاقی خاکسار بود مادری من. آلوچه لطه‌دار بود مادری من، قشلاقی خاکسار بود مادری من. یعنی که بزرگوار بود مادری من، در زندگیش مزار بود مادری من، در زندگیش مزار بود مادری من. یعنی که بزرگوار بود مادری من، در زندگیش مزار بود مادری من، در زندگیش مزار بود مادری من. ای بی تو سری تمام ما گشته سفید، ای بی تو شده ما همه موی سفید. ای بی تو سری تمام ما گشته سفید، ای بی تو شده ما همه موی سفید. در خاک تو را به دست خود بیسپرده اما نگرانم هنوزت به امید، اما نگرانم هنوزت به امید.
در خاک تو را به دست خود بیسپردم، اما نگرانم هنوزت به امید، اما نگرانم هنوزت به امید. گندم کی برنگی روی مادر بود است، برگشت به مثال موی مادر بود است. گندم کی برنگی روی مادر بود است، برگشت به مثال موی مادر بود است. آن بوی فطیر خمیر گرمش و دماغ از بچگیم چو بوی مادر بوده، از بچگیم چو بوی مادر بوده. آن بوی فطیر خمیر گرمش و دماغ از بچگیم چو بوی مادر بوده است، از بچگیم چو بوی مادر بوده است. در زیر سفیدار بود خاکی پدر، در زیر درختی توت خاکی مادر، در زیر سفیدار بود خاکی پدر، در زیر درختی توت خاکی مادر. صد دسته گرفتند عزیزانی مرا، بار شیخش تن درختان در بر، بار شیخش تن درختان در بر. صد دسته گرفتند عزیزانی مرا، بار شیخش تن درختان در بر، بار شیخش تن درختان در بر، بار شیخش تن درختان در بر.